ما و شمول می رود. استواری oila فضای سالم و مناسبت دوستانه بین اعضای oila عامل‌هایی هستند که پایداری و استواری دولت، فضای آسوده و آرام و پیشرفت جامعه از آنها وابسته می‌باشد. گزارش آماده نموده همکارمون بهرنیسای محمد جان ادامه دهنده همین موضوع است. با هم تماشا می‌کنیم و سپس برنامه صبحی تاجیکستان را ادامه می‌دهیم. جامعه سالم از عائله سالم و نسل سالم تشکل می‌یابد. عائله سالم باشد پایه اساسی جامعه و دولت است. در دولتی که استواری عائله‌ها زیاد است، در آن جامعه سالم حکم فرماست و باید گفت که قوی ترین پیوند تمام حیات ما از عائله منشأ می‌گیرد. عائله سالم بنیادش را با مهر و صداقت و یکدیگر فهمی اساس می‌گذارد. وقتی تلاش ما برای آبادی جامعه سالم روانه باشد، پس عائله سالم باید در محور آن قرار داشته باشد. آبادی و موفقیت هر عائله را معرفت بلند اعضای آن شکل می‌دهد و نگاه می‌دارد. مرد سروری خانواده و زن بانوی و سرپرست خانه است. چنانکه در عرفیت میگویند شخص را به عائله‌اش نظر بنما و به معرفتش، ذاتش، نهادش بها بده. از آن رو تنها نفری خردمند میتواند عائله سالم بنیاد نماید. اینچنین فرزندان موفق ثمره عائله سالمند، چون که تعلیم و تربیت خوب آنها به جهد و تلاش‌های پیوسته پدر و مادر وابسته است. مرد و زنی که صاحب معرفت، علم و هنر هستند، هر آینه مؤسس عائله خوب و فرزندانی نمونه داشته میتوانند. عائله سنگین فورو در دهه غزنی ناحیه ورزاب همچون عائله با فرهنگ و نمونوی میشناسند. در دور ناحیوی آزمون عائله بهترین جای اول را صاحب گردیدند و در ناحیه همچون عائله نمونوی به قید گرفته شدند. چون امروز تمام امکانیت‌ها برای تامین زندگی سالم در عائله موجود است. پدر خاندان شاه محمد سنگینов و مادری مشفق و مهربان تاشبی سنگینова راه زندگی آزاد و مستقل را انتخاب نمودند و در زندگی موفقند. روزگارشان با پایه همدیگر فهمی بنیاد شده است. خوب می‌دانند که باوری و اعتماد ریشه وفا بوده، نخل با وفایی از همین ریشه آب می‌خورد، سبز و پربار می‌شود و کمال می‌رسد. و یقینا محبت پاک و بی‌آلایش شخص را در راه مراد سربلند می‌گرداند و باید گفت که ستون اساسی عائله آنها یکدیگر فهمی بین اعضای آن است، مخصوصاً میان زن و شوهر. عائله سالم این اساس جامعه سالم است. در عائله سالم فرزندانی به وای میرسند که نامبردار وطن هستند و برای پیشرفت تاجیکستان، برای شکوفایی وطن عزیز خود همه وقت گام‌های مستحکم میگذارند و عائله که زیربنای آن با مهر و محبت بنیاد گشته است، پایدیوار آن مستحکم خواهد بود. اینک ما در ناحیه ورزاب در مهمانی عائله سنگین پا قرار داریم که در آزمون عائله بهترین جای اول را در ناحیه صاحب گشتند. خب حالا میفهمیم که سری خوشبختی این عائله، مستحکمی این عائله در چی باشد. خب چنانه که ما آگاه گشتیم، شما 43 سال است که با هم شهد زندگی میچشید، با هم زندگی دارید و از زندگی خود فرزندان صالح و صالحه را به دنیا آوردید که هر یکی آنها صاحب معلومات هستند و در وظیفه های رهبری کننده کار و فعالیت دارند و برای پیشبرد وطن عزیزمون سهمگزار هستند. خب این لحظه میخواستیم بفهمیم انمی سیر خوشبختی شما در چی باشد و خود شما خوشبختی عائلوی رو در چی میبینید؟ اساس خوشبختی عائله ما در یکدیگر فهمی است که ما همه سال 43 سال میشه که همین مردک زندگی کردم، گپی پست و بلند نداریم. ما با یکدیگر مصلحت میکنیم. اساس من 100 بار شکر صاحب 5 فرزندیم. فرزندامو همه صاحب معلومات هم. به مصلحت پدر و مادر فرزندای ما یگون کار نمیکنن، یک همه گپ فقط از پدرشون میپرسن که پدر جان چیکار کنیم، چه رفتار کنیم. همه خوشبختی ما فقط در یکدیگر فهمی است. زندگی اهلانه داریم، با همدیگر یکدیگر خوب میفهمیم، با جفایی اندکک اگر یکدیگر میفهمیم خرکتر یکدیگر
عادت کردیم با یکدیگر. فرزندان من هم صاحب معلومات هم شکرانه ادا میکنم که در چنین دولت در چنین مملکت زندگی کنیم، به این درجه ها رسیدیم، به این پیشروی ها رسیدیم. آبادی را دیدیم، پیشروی شد در زمانمان، در جهانمان، در عائله‌مان پیشروی بتون پیدا شد. پدر و مادر وظیفه خود را به جا آورده برای تعلیم و تربیت فرزندان در خانه شرایط مساعد فراهم آوردند. فرزندان از پدر و مادر تربیت خوب گرفتند. همه آنها صاحب معلومات گشته امروز در ساحه‌های گوناگون حیات کار و فعالیت دارند. منفعت آنها به جامعه میرسد. دانیال دکتر علوم حقوق‌شناسی، دوران کارمند بخش حقوق، کامران نیز حقوق‌شناس، نیکمان مفتش کلان پروکراتور شهر نارد، بیبیجان باشد راهبر یکی از شرکت‌های وطنی می باشد. کلیه‌های خاندان نیز صاحب کسبند و صاحب معلومات در برابر این هنری کدبانویی، پخت و پز و دوزندگی، مهمان نوازی و دیگر هنرهای بزن تاجیک خاص بوده را بانوی خاندان تشبیه و آنها آموزانده است. من کلین این خانواده هستم و خیلی خوشبخت هستم که در این عائله و شوهر برآمدم و در این از خورده شوق و رغبت زیاد داشتم به دوزندگی و این هم شد و به خونه شوهرم اومدم، این کسبم را ادامه دادم و مادرم همه وقت میگفتن که زن مادر باید همیشه کسب دوزندگی، پزندگی، چی هنری که ملی است باید از عهده‌اش برآید و همین سخنان مادرم صدا داده می ایستد که همین هنرم رو ادامه داده ایستادم و خصوص منم هم باشم مثل پدر مادرم میدونم و چی کاری که در خانه نمیتوانم از خشتومنم میپرسم و چی کاری که در زندگی نتوانم از خشتومنم خصوصا میپرسم. فکر میکنم برای من آنها مثل پدر مادرم میباشند، چون که راه راست زندگی را با من نشان میدهند، میآموزند و در کار خانه باشد به خشتومنم میگویم که این کار رو نمیتوانم، آنها با من همچون مادر خودم مصلحت داده همون کار نتوانستگیم رو میآموزانند. با خوشی و خرسندی و گفتن و خندیدن کارمون را اجرا میکنیم و همیشه من این درست است که به خصوص خشتومن، به اعضای عائله، به اعضای عائله شوهر چقدر دقت کنی، حرمت کنی، عزت کنی، نه گپشونا میشوی، نه یگان سخنانی بد میفهمی. مادرم نصیحت میکردن که دختر که به شوهر برآمد هیچگاه سخنان خانه شوهر را به بیرون یا که به خانه مادر بردن این درست نیست. کار درست همان است که چیزی که در آن خانواده می شود بین خودتون مسئله را حل میکنید و دوام زندگی را ادامه میدهید. وقتی که این کشمکشی ها می شود در زندگی، سخنان خانه شوهر را به خانه مادر بردن و یک همسایه گفتن، این کار درست نیست. البته به ویرانشوی عائله آورده میرساند. کار درست همین است که طاقت کردن در کار، صبر کردن در کار و خوشبختی نصیب می‌گردد. در عائله من و عائله همه وقت بین خودمون مصلحت یکدیگر چه کار ما رو پیش میبریم. در نزد فرزندان گپای پست و بلند نداریم. همه وقت با یکدیگر میفهمیم، تمام زندگی ما رو پیش میبریم. و هر یک عائله جوان همین میخواهم که زندگی گوارا برن، همه طرف تیز باشن، بین یکدیگر فهمی داشته باشن، پیشروی زندگی رو حیات کردن. برای همین هم من خیلی که ما زندگی را پیش بردیم، فرزندان ما همه خیلی با کلینا و مناسب خوب دارن، زندگیشون تیز است، همچون دختر حرمت و احترام داریم با کلینا. عائله کشتی است در بحر حیات شنا کننده، برایش سرپرست لازم تا حرکت آن را به تنظیم درآورده نگاه دارد. تشبیه شاه محمد مست چنین مسئولیت در زندگی عائله‌داری را بر دوش گرفته، ماهی یک مرتبه همه فرزندان و نبیرگان را به خاندانشان دعوت کرده، از کار و پیکارشان، سامان روزگارشان پرسان شده، رشته‌های مناسبت‌های عائلوی را باز هم قوی‌تر می‌گردانند. وقتی که من به خاندان همی شوهرم کلین شده آمدم، من همراهی خوشتامنم همچون مادر و دختر زندگی کردیم. چی کمبودی که میکردم خوشتامنم به من میفهموندم، چی کاری که نمیتونستم و یا به من میگفتن این کارا را.
منم حالی که باشم شکر 4 کلین دارم. کلینا خیلی میشه زندگی ده یاشیده کمبودی کردم. میگم که کلین ها این کار کمبودیه، این کار اصلاح کنه. در زندگی همه کار میشه، نیکی فقط طاقت کردن در کاره. وقتی که طاقت کردید زندگیت خوب میشه. شوهراتون عزت و حرمت کنه. وقتی که دخترم من به شوهر دادم، دامادم همچون فرزند قبول کردی. من دخترم هم نصیحت میکنم که خسور و خوشتامنت مثال شوهرت عزت و احترام کن. 4 کلین من وقتی که به خانه آوردم همچون دختر قبول کردم آنها رو. چی کمبودی که هست با کلینا میفهمم. کلینا هم چی هنری که بود زندگی پزندگی همه شیع دادم. میگم که کلینا پستی و بلندی زندگی همینه که طاقت کنی میبری. و چی کمبودی که شد، چی گپی که در خانه شد، گپی خانه رو هیچ وقت به کوچه بردن در کار نیست. فقط یکدیگر فهمی کنه تا زندگی خوب میشه. همین کلین هم که به گپی خوب فهموندی همون کلین در همون راه میره خوب میشه. هیچ وقت از زندگی دل شکسته نمیشه. من راضیم از فرزندام و کلینام. حیات در گذشته حیات همین چیز سالان ما فرزندان ما باید روی درست تربیه کردیم. صاحبین 17 نویده ایم. هر یک تاش صاحب کفت و صاحب هنر شد. برای دولت ملیت ما خدمت میکنم. شکرانه از آن میکنم که فرزندانی با تعلیم و تربیه دارم و خدمتگزار دولت وطن خودم. اویلا در کرسی بنیاد زندگی سالم و مرتبه انسانی است. کفالت ترتیب، نظام، قانون و رشد و پیشرفت جامعه، کفالت خوشبختی، بی‌خطری و دلپوری یعنی ظهورات مقدس است که آینده جمعیت و انسانها را نیرو و باوری می‌بخشد. شاه محمد و تاشبی چون سرور اویلا کوشش میکنند که فرزندان و نویروان را در روحیه بلندی و تندرستی، انسان پروری، راست قولی و مهنت دوستی و دیگر خصلت‌های پاک انسانی تربیت نمایند. شکرگزار از این آبادی و استقلال وطن هستند. فرزندان تقلید کارن. وقتی که در عائله جنگ و جنجال باشه هم فرزندان همون عائله رو دیده زندگیشون نفت نمیره. وقتی که دیدن که پدر و مادر زندگی خوب دارن و یکدیگر فهمی دارن، همین فرزندان برای راست رفته زندگیشون شکر نفت میشه. مادر همیشه دعاگوی فرزند است، همیشه در پی نصیحت فرزند است که هیچ وقت فرزند برای بد نرود. شاید این مهر و محبتی پدر و مادر است که فرزندها برای راست میرن و خدمتگار وطن و دولت هستند. ما مادران شکری همین دولت، شکری همین سرور دولت ما امام علی رحمان میکنیم که دولت ما را تنج و آباد نگاه میدارن و ما تنج و آباد زندگی را به سر میبریم. هزاران با شکرانه پرزیدنت و تاجیکستان ما رو میکنیم. صمیمیت و وفاداری، محبت و صداقت، یکدیگر فهمی و تحملگرایی که از جمله بهترین ارزش‌های انسانی محسوب می‌یابند در این عائله حکمران است. واقعا هم رکن اساسی جامعه از عائله سرچشمه می‌گیرد. جامعه زمان آباد می‌شود اگر عائله‌ها سالم و اتفاق باشند و محبت پایه‌گذار آنها.